سلام دوستان، این موادی که میبینین مواد شیرینی برنجی هستش، یه شیرینی سنتی ایرانی. مواد لازم برای این شیرینی: آرد برنج سفید و نرم 375 گرم، تخم مرغ 2 تا زرده میخوایم و یه دونه سفیده، روغن جامد قنادی 180 گرم، پودر قند 150 گرم، پودر هل 1 قاشق چایخوری، گلاب سنگین 4 قاشق غذاخوری. پودر قند، هل و تخم مرغ رو با همزن میزنم تا یه مقداری مخلوط هم بشن. این مایه رو با همزن دستی هم میشه هم زد، زمان بیشتری میبره. بعد که رنگ اون یه مقداری روشن شد، روغن و همچنین گلاب رو اضافه میکنم و اونو دوباره همش میزنم و در آخر آردو کم کم اضافه میکنم تا خوب مخلوط بشه. لیستک رو باید کنار بذارم و از دست برای مخلوط کردن مواد شیرینی برنجی استفاده کنم. تمام آردو میریزم. بعد که خمیر کاملا جمع شد، اونو تو کیسه نایلونی میذارم و برای 2 ساعت تو محیط آشپزخونه استراحتش میدم. در ضمن این خمیر رو داخل یخچال تا 3-4 روز میتونین نگهداری کنین. دوستان الان نزدیک 3 ساعت از استراحت خمیرمون میگذره. برای درست کردن شیرینی برنجی گوله های از خمیر رو برمیدارم. باز اینم کوچیک بزرگیش دست خودتونه، ولی معمولا تو سایزی درست میشه که این مهرای آماده سایزشون به اینا بخوره. میتونه یه مقداری اینو با دست باز کنین یا اینکه به وسیله خود مهر اینو بازش کنین به این شکل و اونا رو توی سینی فر میچینم. ولی یه روش راحت تر برای زدن مهرش و اینکه نچسبه به مهر خمیر، به جای اینکه کف دستمون اونو مهر بزنیم، من گوله های خمیر رو توی سینی میچینم و بعد از این که چند تا گوله خمیر توی سینی گذاشتم، مهر مخصوص نون برنجی رو میزنم روش. مهرای نون برنجی هم مدل‌های مختلفی داره که مدل سنتیش به این شکله. بعد یه مقداری تخم خرفه که یه تزیین کننده سنتی برای نون برنجی روی اونا میذارم. میتونین وسطش بذارین یا اینکه رو تمام سطحش تخم خرفه بریزین. میتونین از خلال پسته هم برای تزیین استفاده کنین. همینطور میتونین اگر خواستین با وردن خمیر رو بازش کنین
و با این قالب‌های فشاری اونا رو قالب بزنین. به این شکل. حالا سینی شیرینی رو داخل فری که از قبل گرم کردم با 175 درجه سانتیگراد روی پنجره وسط برای مدت 20 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. بعد از 20 دقیقه شیرینی رو از داخل فر خارج کردم. بفرمایید شیرینی برنجی. خدا نگهدارتون.